شاید هم شنیده باشید، نمیدونم حالا، چون 30 سال حرف میزنیم ممکنه بعضی حرفا هم تکراری باشه، ولی خاطر قشنگیه. اینو اگر اسمش بگم همه ایران میشناسنش، از مهمینه. میگفت که یه شیشه عطری داشتم، یه ویلچری مثلا حالا پاشو تو جبهه داده بود، تو ویلچر نشسته بود، ما رفتیم اینو ببوسیم، ویلچر دیگه گفت که چه عطر خوبی داری، یه عطر رو به من بده. او آقام جزو خبرگان بوده، وزیر بوده، وکیل بوده، امروز هم هستش، از محترمینه. میگفت وقتی بغلش کردم گفت این شیشه عطر رو به من بده، من خود هی نخواستم بدم چون عطر خوبی بود و خارج آورده دون و دلم نیومد. او صف گفت بده، منم گفتم نه نمیدم. بعد گفتم شیشه برات میخرم. گفت نه اگر همین نمیده خداحافظ. هیچی، ما ویلچر بوسیم رفتم. حالا ایشون هم این کاره نیستن، ولی اون یه لحظه مثل که بخلش گل کرده بود. میگفت ویلچر بوسیدم و رفتیم و یه مقداری که رفتم، می‌خواستم برم یه جای سخنرانی، یه مقداری که رفتم یه آقای وزیر و وکیل و سفیر و همه اینا، البته سفیر نبوده، وکیل بوده، وزیر بوده، خبرگانم بوده. میگفت یه خودی که راه رفتم ادرارم گرفت، رفتم دستشویی، تا رفتم بالاشم شیشه افتاد تو سوراخ مستراح رفت. میگفت در مستراح بستم، مفصل گریه کردم. تو ذهنم هر کی گفت به خودم هم سیدی هم زدم که چیزی که در راه خدا ندی جا سوراخ مستراحه. او پاشو تو جبهه داده، تو شیشه عد ندادی، چرا گدابازی داره بودی، خاطر کنسی. میگفت توبیخ، گریه و به خدا گفتم خدایا بد کردم، منو ببخشید. دل مستراح بستم. کلاس تربیت نه حوزه نه دانشگاه، گاهی مستراحه. یعنی این مستراح کلاس تربیت آقای وزیر شد. یعنی خدا گوش آدمو گرفت تو مستراح، چیزی که در راه خدا ندی جاش سوراخ مستراح. میگفت وقتی گریه کردم رفتم، خب سخنرانی داشتم، رفتم خودم به مجلس رفتم، تا رفتم تو مجلس برای سخنرانی، بانی مجلس دوید استقبال منو بوسید، گفت آی فلان من میخوام یه شیشه عطر بدم. مدام این عطر همونه که افتاد، یکی دیگه مشابه اون. بهش گفتم من میخوام بدم به ویلچری، گفت برگه میخوای بده. مدام عجب کلاسی خدا برای من گذاشت، ندادم، افتاد تو سوراخ مستراح. گریه کردم، عذرخواهی کردم، خدا مشابهش رسون. حالا واقعا آدمایی که این همه زمین دارن 200 امتیاز برای مسجد نمیدن، فردا میمیره وارثه کیفشو میکنن، تو هم تو قبر شکنجه میمونی. این همه زمین میخوای چه کنی؟ با خود لخم میری، ببخشید لخم ده با یه نیم کیلو کفن میری. اینا که زمین دارن یه قطعه‌شو برای مسجد بدن. حالا مسجد و امثال مسجد ممکنه درمانگاه باشه، ممکنه خوابگاه طلبه، خوابگاه دانشجو، هر چی. یه کسی که چند قطعه زمین داره یه قطعه‌شو بده. مثلا شما 4 تا پسر داری، حالا اگه 5 تا پسر داشتی چه می‌کردی؟ هر کاری برای پسر پنجم می‌کردی، برای نیازهای امت هم انجام بدی. و اینا بشون اگر جا بدیم جامو میدن، جا بدیم جا میدن. باز یه خاطره بهتون بگم.